السلام علیکم یارو دوستان محترم هواداری کانال. امروز 26 ایولی 2023 امروز باشد روبل روسی برابر است به 121 سامانی. ولو باشد برای شما از نرخ و نواهای چهارشنبه بازار، یعنی که بازار یکمش از که دیدن میکنیم که ببینیم امروز نرخ و نواها در بازار گوه مال چند سومی باشد دوستان. بیاره چو بیاره این بخشا بفکرم گیبرید باشد اکو 14,500 کرده، ولی سری بازارنده نه 14,500 برآمده است. 15,000 کرده نداره، 15,000 با hani bu kaçım maydana 7,500 7,500 var ne kadar? 9,000 10,600 کرد. نه هم بین 22 بالا پایین کرده 22 نش 9 کردیم آرینه 22 نیم نه یا آدم چند شیرن یه چند شیرن اما سیورن اسناد ساموش سوداش حاکم لحسن چند دادی تو میدهیم تو ده اوزه دلشون 12 بینه که بوده 11,100 برونده 8 ماه بده میبود 7,800 سودا شده بغوز بده میبود. اگر قصر برود میگیره 13,000 خرید ماشاءالله. گوه شیری هست بچهش موده بچهش معلوم نیست. مناجین قصر 13 برام است. hangi boka koydunuz? 13 من ارزان فروختم خلو بیاره نخ سرخه چند؟ 13 اینش 9 کردن نداره. بی ای بایا چندم بو سالشه؟ بو سالش چندمه؟ پنجم بو سالش بودم راستی اینا تلفن نمیمونه نکی یعنی ویس خوجی توفون بیک گوه بی ای بدارم گوه بچه بچه 12 مشکست بس بزرگ این بچهش نره شیرش خواه 10 لیتر شیر 12 مشکست نیکی عبدالرحمن این گوی بچه 12,000 کرده در بازار 10 لیتر شیر داشته. بچهش جانون بوده. من نه
سیم زویش بچه‌م فسانه من دوزنی مزار من میدونم چه میخورم 8300 تومان گوی 7 ماه بغض بدرسته نمونده شد وقت باشه بخند گوی فسان از گوی وزه خصوصا در بازار چهارشنبه بازار یکم چسکه بسیار هم دستم 1100 به حوض 11 مراده سیخ سامون چورانی این باقی شخلار 5500 سامون 6450 سامان فرمان فرغانسکی این با اکتاگان پاستیانی گوی بزیبا میبرن به فرمان فرغان انا مرگرد نمونش از آخرش هستم بخچه سخ بخچه ها 33 و نداستن 3300 سامان با گوسالی گاوی خطونه ها؟ گوسالی گاوی خطونه ترسیدم نوجین 5000 سامان کرده نموندش از اخی باش 5000 اش کرده بخششن چه؟ نرخ نکردم نرخ نکردم دوغا بیتگی تید نوار دوغا بوتا شبا اینجا هم گر بیو می نوشن پیش باباتر میوه که سودا میشه 5700 سامانی سوداش نیست 5700 گوش بچه رو نهانی مزار کردم بچه شو مونده سیل دوش چه شیر داره؟ شیر چقه؟ نمونش از رو دونی مزار کردیم بخشی 30 اورا 3800 سامان کردیم بخشی 6400 دونی 6400 سه 3300 سامان 3000 اش باشه اون زیاد شده 4500 تومان من سیدو کنم نوجین آیا 3200 و این کسی بچه گار نشید سلام گفتاد من 3 خرسادم بچه گار نشید سلام به 3 خرسادم 3600 تومان چکار کنم این بوز 1000 سامان نمیتونم بسازم
بلاگر بودن که بلاگر گوزه اینا سمرقند ما من نمی خطی رفته بودیم دیدیم چسبه تاکسی بهش چند کردن؟ 600 کرد 600 سوم یه شناسه هایی شناسه روشن وکنید ها من جوراش کنم خوری اختر 500 کرده هرچم اخته بود 5100 سوم یه قشقاره بزرگ نه شما 900 سوم 800 سوم 1900 800 همین نرخ نرخانی بارچوی همین اولی بهاری نه اینو اولی بهاری نه حریص میستونا این چند گفته راجی 1300 سوم چه بچه ها اونجا سولو سی بزرگ من استودیو نه شما استودیو که همین اوچه باشه همین 30 خطی همین هر شو اوچه میگریزه هرسش 4000 رویانده دلوله همین بزرگ همین هرسش 4000 سوم کسودی هم هرسش هم شکر بره 3300 کردن هر شد موده نه سالخوی مود 3100 سوم 2700 سوم کردن 2700 بوزا چند شدن؟ نه خیشم بوزه شیرته 600 سومونی رقمای تلفن برای کسی شیر بوز میخوره یا لیتر شیر میتونه دو سال بوده یک روزش چند تلفن 631 8331 میتونه زنگ بزنید بوزه شیر خریداری کنید ببین بچه سالخه شما نه؟ این سالخه یکی زیادی سالخه چند شد؟ چند شد؟ چند؟ 1300 سومانی سالخه نور 800 گفتم 800 همین ماکسیمال نیست 800 900 هم میگن رقم تلفن تو چنده؟ مال تو شاید 789 70 میتونید همین رو یک گل خریداری کنید نرخ دسترس کنید از درخشان فایزی بازار 850 شریکاش فروختن یعنی 3 تاش مونده است خریدارا باشه دیگر با مرامت نه خریداری کنید برچه را این بود دوستا برای شما از نرخ نوای بازار کمی اندوز با خبر کردم ویدیو با شما پسند آید بدر حتما فکر و اندیشه اینه که خود رو در زیر کامنتاری ها میگذارید هر باقی سربلند و خانه آباد باشه همیشه مردمی که به امید این بازار میروید در مول و گاوش برکه آورد بستو از مول و گاوشون خداوند برکت کرد یک مویه زندگی هاشون شود 5 سومون در جب گندم 3.5 سوم ولی گندم 5 سوم جوری چی؟ جوری 5 سوم 5 سوم محلی برای کشتن هم نمیکوره 3 سوم
سلامت باشید. برد زلطه پول 220 تومان. بازار خیلی ارزونی مسئله او. این خوجان چی؟ 25 تومان باشه. سلامت باشید. تربوز چندشه خدا خواه؟ همین تربوز بر خاطر همین مردم دا کردن. انا بهترین نرخش دا کردن یا اندازه هم است. اپکن کسی یک کس دو میکرد. بله چی بینه؟ 15 20 قیمت هم خرد 2 تو میکنه خدا خواه. کس میکر دیخون برای کرد گفته نه بهترین. باور کنید با همین با مردم بهترین شنان داری مرزا 15 میبرند با هوای گره مثل یک بهار نه گره حاجی هم که خالی افولو فرمودن سویجی کرد از اینه دوت میشه گویه خالی افولو دازمین هم نفیم بگیم که افتاد بیده این خربوزو از 20 تومان سر میشه تا 40 تومان. تربوزو از 20 تا 30 تومان. تربوزه کلان ازبکستان بوده است. اصلا همین ازبکا دهخانند. قسم کوره برادره ازبک هم برکتی هم. بعد دوستا سربلند خانه آباد باشه.